ضربه زننده به شدت یک پتک. این نقد روزنامه تایمز از یکی از جذاب‌ترین و تاثیرگذارترین فیلم‌های تاریخی 2023 است. The Zone of Interest. فیلم The Zone of Interest یا منطقه مورد نظر که به کارگردانی جاناتان گلیزر ساخته شده، داستانی برگرفته از رمانی به همین نام نوشته مارتین امیس که خودش بر پایه رویدادهای واقعی شکل گرفته. فیلمبرداری نوآورانه و خلاقانه در این فیلم تجربه متفاوت رو به مخاطب ارائه میده. کارگردان جاناتان گلیزر و مدیر فیلمبرداری لوکاش ژال با هدف ارائه تصویری بی‌طرفانه و واقع‌گرایانه از داستان تصمیم گرفتن از تکنیک‌های سنتی فیلمبرداری دوری کنند. اونا از 10 تا دوربین که تو خونه بازسازی شده هاوس فرمانده اردوگاه آشویتز نصب شده بود و به صورت همزمان فیلمبرداری می‌کرد استفاده کردند. این روش بازیگران اجازه داد تا به زندگی عادی خود ادامه بدن، در حالی که هیچ عوامل فیلمبرداری در صحنه حضور نداشت. اونا برای دوربین‌ها ابزارهای قرن 21 رو انتخاب کردن تا از دادن هر گونه حس تاریخی به فیلم جلوگیری کنن. این رویکرد فیلمبرداری به مخاطب اجازه میده تا به صورت مستقیم و بدون واسطه شاهد رویدادهای درون فیلم باشه و از این طریق به درک عمیق‌تری از مفهوم بی‌رحمی روزمره دست پیدا کنه. فیلم The Zone of Interest با بازی کریستیان فریدل و ساندرا هولر ما رو به دوران جنگ جهانی دوم میبره. زندگی رودولف هاوس فرمانده اردوگاه آشویتز و همسرش هدویگ رو به تصویر میکشه. اونها در کنار اردوگاهی که صحنه‌های وحشتناکی را شاهد بود زندگی رویایی خودشون رو میسازن. با فروشی بیش از 33 میلیون دلار در گیشه، این فیلم نه تنها موفقیت تجاری بلکه موفقیت هنری چشمگیری هم تجربه کرد. The Zone of Interest در مراسم اسکار 2024 5 بار نامزد شده که از اون 5 تا 2 جایزه از جمله بهترین فیلم بین‌المللی و بهترین صداگذاری رو به دست آورده. توی این ویدیو با فاطیما سجاد و ستاره به بررسی عمیق‌تر این فیلم میپردازیم و تجربه دیدن این اثر رو باهاتون به اشتراک میذاریم. پس با ما همراه باشید تا با هم شاهد این سفر تاریخی و هنری باشیم. سلام بچه‌ها، من فاطیما. منم سجادم. منم ستارم. خب نظرتون راجع به فیلم چی بود؟ بذار من اول یه چیزی رو بهتون بگم بچه‌ها. اگر که کلا مرتبط با فیلمم هست، اگر که اختلال ADHD دارین یا اختلال تمرکز دارین، به نظر من این فیلم ممکنه براتون بورینگ باشه. نمیدونم، فکر کنم براتون حوصله سربر بود. ولی حالا برای خود من یا اصلا کلا به ژانری علاقه دارید که فیلمنامه حتما باید براتون یک کشش خیلی خاصی داشته باشه، به نظرم میتونه براتون بورینگ باشه. ولی اینو در نظر بگیرید که بورینگ بودن برای اینکه نمیتونید تمرکز بکنید باعث نشه یه فیلم فوق‌العاده رو از دست بدید. چون فیلم برای من خودش خیلی فوق‌العاده بود. کلا به نظرم یه فیلمی برای تعقل و تأمل کردن. این نظر کلی منه. حالا شما بگید نظرتون. نظر واقعی من اینه که خب تو مثلا میری تو گالری عکاسی گالری میری مثلا تو گالری نقاشی حتی و میری اونجا، حتی ممکنه اصلا فکر کردن بهش خستت بکنه، یعنی ذهنت رو یه روند فرسایشی رو شروع بکنه براش. ولی اگه با این دید بخوایم فیلم رو نگاه بکنیم به نظر من میتونه خیلی جذاب باشه، چون توش پر از نکات ریز، پر از نکات خیلی ظریفه و انگار که هر سکانسی که تو داری میبینی واقعا انگار یه اثر هنری رو داری در مورد حالا جنگ میبینی. یعنی یه نمایش خیلی زیبایی از جنگ رو به نظر من توی فیلم پخش کرده و به نمایش گذاشته که واقعا تماشاییه. خودت چی خانومی؟ ببین واقعیتش من خب یه ذره هیجان زده میشم کلا. میدونم احتمالاً راجع به بیشتر فیلمایی که داریم حرف میزنیم من این واکنشو دارم، ولی برای من واقعا این یکی از خارق‌العاده ترین اثرهای سینمایی بود که دیده بودم و بولدترین چیزش برای من این بود که تو با یک تصویر رنگارنگ زیبای پر از زندگی و شور و با صداگذاری سیاه و تاریک و خشن اومدی یک چیزی رو تصویر کردی که یه اصلا گوزبام که یک رنج عظیمه، یعنی واقعا یک رنج عظیمه.
ولی داری تو قالب یه چیز رنگی نشون میدی. یعنی من همیشه دقیقاً این چیزی که تو ذهنم اومد بعد از فیلم این بودش که من همیشه من خودم چون آدم بصریم فکر میکردم که تصویر مقدمه به صدا، ولی این فیلم من نشون داد که نه صدا به تصویر مقدمه نه تصویر به صدا. یعنی خیلی زیبا کاور کرده بود. ببین یه چیزی که خیلی جالب بود من تو تحلیلام خوندم این بود که اصلا فیلمبردار، کارگردان یا همون اصلا مغز متفکر پشت این فیلم سعی میکرد شباهت ما با این جنایتکارا رو نشون بده ولی اونقدر عمیق نشه که این شباهت زندگی ما رو نابود کنه. چون واقعا حالا من نمیخوام اسپویل بشه اصلا، حالا میگم اصلا فیلمنامه‌اش اونقدر مثلا فیلمنامه‌اش چیزی نیست که روش کار شده باشه، همین صداگذاری و اون جلوه‌ای که داره، ولی تو شباهت رو با اون جنایتکاره احساس میکنی و اون جنایتکار هم یه زندگی شبیه تو داره و یه دیواری حائل بین خیر و شر انگار، ولی شر زیباست، خیره در حال رنج کشیدن. این برای من خیلی اذیت کننده بود. همین این من یه جایی هم خوندم که یکی از یعنی بهترین فیلم درباره هولوکاسته که جنگ رو نشون نمیده ولی به شکل ویران کننده ای تو رو نگیر. حالا یه نکته دیگه ای که من بهش برخوردم اینه که همیشه مرز بین دیستوپیا و یوتوپیا معمولا مرز شکننده ایه. یعنی یه یوتوپیا میتونه انقدر بی‌نقص باشه که سریعا به دیستوپیا تبدیل بشه، ولی تو این فیلم میبینیم انقدر صلابت داشتش که حتی تأثیر روی اون محیط بیرونی نمیذاشتش. یعنی اونا به زندگی عادی خودشون ادامه میدادن و اصلا هیچ احساسی نسبت به محیط خارجی خودشون نداشتن. به نظرم خیلی خوب به تصویر کشیده بودن این نکته رو. حالا در مورد المانای خود فیلم بخواید نظر بدید چه نکته‌ای مثلا خیلی نظرتون رو جلب کرد؟ ببین من یه چیزی که میخوام اینو منشن کنم اینه که ماها معمولا عادت داریم که فیلم وقتی شروع میشه تیتراژ رو میزنیم میره، یعنی از این آپشن هم هست همیشه معمولا. تیتراژ اول یعنی از ثانیه اول شروع میکنه حرف زدن، موهای تنم سیخ میشه. یعنی اصلا و همینجوری تو روند فیلم دوباره یه جایی اصلا آدم شک میکنه که الان چیه، فال خراب شده، چی شده، و تا ثانیه پایانی که اسما میاد باید ببینیم. اصلا نحوه بیان خیلی تاثیرگذاریه. مثلا نمیدونم من به نظرم این تیتراژ خیلی الان تو ذهنم تا پرسیدی بود که بگم. به نظر من تیتراژ واقعا اصلا ناامید کننده بود. یعنی اون صفحه سیاه شد، صداها خیلی پررنگ شدن و منم در مورد صحبت میکنم واقعا انگار رنجاوره، میدونین انگار رنج میکشه. یکی تاثیرگذار دیگه که برای من بود صحنه پایانی. همین در همین من واقعا چیز شدم گوزبام. حالا مثلا یه چیز خیلی بالی که من تو فیلم دیدم، یه بنده خدایی هم بهم گفت، یعنی تو ذهن خودم نقش ممکن بود نبنده، چون قبل از اینکه این فیلمو ببینم بهم گفته بود، اینه که نوع فیلم برداریش جوریه که همیشه تو داری از فاصله دور انگار مواظب کاراکترها هستی، هیچ احساسی توی کاراکترها نمیبینی، یعنی اونقدر نمیتونی عمیق بشی که ببینی. معمولا فیلم ها همچین چیزی داره دیگه، تو مثلا یه فیلمو داری میبینی میفهمی که چی تو ذهن شخصیت فیلم داره میگذره، یه هویتی بخشیده فیلمنامه یا مثلا اون نویسنده بهش، ولی اینا انگار همشون مثلا یه مشت عروسکن که صرفا نوشته شدن که نقش خودشون رو انجام بدن و تو با اون نگاه به دور از کدر بودنت داری از یه لنز بسیار دور به زندگی اینا نگاه میکنی و اون تصمیم گیریه رو خودت باید در نهایت توی ذهنت انجام بدی که کدوم قسمت این به کدوم بخش دیگهش وصل. من یه چیز دیگه هم که برام خیلی تو روند فیلم بولد شد این بودش که اون حجم عظیمی از بی‌تفاوتی
که ما توی این ور دیوار میدیدیم که با حتی شنیدن صدای اونا از یه جایی به بعد گویا دیگه تو زندگی این آدم اصلا براش اهمیتی نداره. یعنی قشنگ برام این شکلی بودش که ما آدما یه بخشی تو وجودمون داریم که اگر اون بخش شر، اون بخش حیوانی درونمون که اگر از تا یه جایی بهش فرصت و فضا بدیم و افسارش رو نکشیم، اون دیگه یه جایی قشنگ بلند میشه و خون به پا میکنه، یعنی قیام میکنه و تو دیگه هیچ وقت دسترسی به اون بخش خوبت و دلسوزی و تمام خصایل خوبت نداری. و اینا دقیقاً داشتن یه زندگی نرمال و زیبا قشنگ میکردن، در صورتی که کنار گوششون داشت وای اصلا به نظرم یه قسمتش هم این بود که اینا خودشون رو در خدمت یه آدم بزرگتر میدن مثل هیتلر دیگه که باید مثلا به اون وفادار بشن. حالا دیگه چیز میشه نمیتونم بگم، خانم اسماعیل میشه. یه نکته هم که خیلی جالب بود اینه که مثلا اواخر فیلم اگه دقت کرده باشه یه دونه سگ خیلی کوچولو میبینه و میگه چقدر بامزه است، اسمش چیه، و به اون سگ هویت میبخشه و میگه چند سالشه و اسمشو میگه و شروع میکنه به ناز کردن سگه و میگه از این سگه از این نژاد من تا حالا جایی ندیدم. و مثلا بچه‌ها اونور دیوارت دارن میمیرن و تو هیچ اهمیتی نمیدی و یه سگ که میبینی اینجوری میشی که آخه دقیقاً همین چیزی که ستاره گفت، یعنی هدفه که داره براش چی رو تعیین میکنه که این اوکیه رنجش این اصلا مثلا حتی تو یه سگ کوچولو هم مثلا گوگلی فلان اینا میتونی بهش شت. واقعا خیلی فیلم خوبیه واقعا، ببینین یعنی اصلا یعنی بهش فرصت بدین، یعنی ریز بشین توی تمامی نمادایی که توی این فیلم به کار برده شده. یعنی به نظر من فوق العاده است. اگه بخواید به این دید به این فیلم نگاه بکنید اصلا براتون حوصله سربر نمیشه، ولی اگه بخواید به دید مثلا یک فیلمی که بخواد روایت جنگ رو براتون تعریف بکنه نگاه بکنید قطعا حوصلتون سر خواهد رفت. پس فقط به نظر من اینجوری نگاه بکنید به فیلم، یک فیلم نمادین که قرار شما رو نسبتاً با آدما و کارهایی که از دستشون برمیاد، بی اهمیتایی که ممکنه از دستشون بر بیاد نسبت افرادی که توی رنج هستن، نسبت به زیبایی و تناقضش با زشتی. اگه میخواید در مورد تمامی این تناقضا یه ذره مثلا آشنا بشید و یه ذره احساس چیلز بدنتون پیدا بکنه میتونید برید این فیلم رو ببینید. من یه چیز کوچولویی اینجا اضافه کنم، این که من یکی از فیلمایی که خیلی دوست داشتم فیلم پیانیسته که اونم راجع به همین زمان همون جنگ و هولوکاست و اینا بود که واقعا فیلم تاثیرگذاری بود. برای من خیلی اینش جالب بود، انگار پیانیست و زون آف اینترست انگار مکمل هم بودن. اون دقیقاً داشت توی دل ماجرا رو به تصویر میکشید و ما داشتیم میدیدیم اون رنجو و این از این ور بدون اینکه نشون بده و اون یکی ساید رو نشون میداد، باز هم ما همون حجم از درد و رنج رو داشتیم تجربه میکردیم و این دوتا انگار خیلی با هم دیگه مکملن. پیشنهاد میدم که یعنی اگر که این فیلم رو دیدین پیانیست هم ببینین، حتما جزو یکی از فیلم‌های خیلی خوب و جذابیه که به این فیلم اگر که کلا میخواین در مورد این موضوعات بدونین و همین اردوگاه کار اجباری و همین شخصیت‌هایی که آدم‌هایی که فرمانده‌های هیتلر بودن، کتاب مرگ کسب و کار من است در مورد همین سرگذشت همین آدمه که حالا فیلمش هست زون آف اینترست. آره و خیلی کتاب خوبیه، خیلی هم پرفروش میده فکر کنم تو ایران. کتاب خوبیه، من خوندن، اونم پیشنهاد میدم که بخونید. کلا زیاد هست، یعنی سرچ بخواید بکنید در مورد زیاد همچنین اطلاعات زیادی به دست میارید. یعنی با اطلاعات واردش بشین خیلی مهمتره، چون کارگردان اینو در نظر گرفته که شما از عمق فاجعه هولوکاست با خبرید. چون اگه مخبر نباشید این صداگذاری و همین المان ها، این چیزایی که میبینید کلا بی‌اثره، این چیزی نمیدونید. پس هولوکاست رو خوندید و با یه شناخت نسبی وارد این فیلم بشید. این توصیه. حالا من الان یه سوال خیلی جالبی برام تو ذهنم پیش اومد. اگه آدم ناشنوا این فیلمو ببینه اصلا چیزی میفهمه از فیلم؟ اتفاقا این که میگی من تو ذهنم اومد، چون که زبونش آلمانیه
سابتایتل داشتیم، سابتایتل انگلیسی بود. من برام سوال بودش که چرا کپشن نکرده، چرا تمام صداهای محیط و اینا رو نذاشته. دقیقاً این چیزی که میگه اگه می‌خواست بذاره دائما باید یه سابتایتلی حداقل اون بالا میذاشتش که مردم نمی‌دونن. ولی آدمای ناشنوا قطعاً چیزی وجود داره، یعنی یه چیز اضافه میشه کپشن نویسی معمولا براشون. حالا بریم در مورد سکانس ها صحبت بکنیم. قطع به یقین کسایی که این فیلم میبینن خیلی جاهاش ممکنه براشون مبهم باشه، یعنی ممکنه یه سکانسی رو ازش سرسری رد بشن و اینجوری باشن که خب الان منظور کارگردان از به تصویر کشوندن این سکانس دقیقاً چی میتونه باشه. یه سری از چیزایی که بر من جالب بود، مثلا میتونه رفتار ضد و نقیض فرزند بزرگتر خانواده، پسر بزرگترشون با پسر کوچیکترشون باشه که خیلی جنگ طلب بود و خیلی دوست داشتش که توی این موارد شرکت بکنه. مثلا موقعی که داشتش خدافظی میکردش بره مدرسه و میگفت های هیتلر، بقیه‌شون اینجوری بودن که چی داری میگی داشت برو مدرسه. داشت بزرگه اینجوری بودش که من همچین چیزی رو نمیگم ولم کن. یا مثلا حتی تفریحاتشون هم فرق میکرد. اون میشست روی زمین با اسباب بازی کوچیکش شبیه سازی جنگ رو میکرد و اون یکی هیچ کاری نمیکرد. یه سکانس ولی متوجه شدید بهش گفت داری چی نگاه میکنی و داشت دندون نگاه میکرد و این برمیگشت به اون بخشی که میگفتش که فاک واقعا از اون یه زونی رو درست کرده بودن که اسمش کانادا بوده و میگفت از باقی مانده هر آنچه که اینا ازشون مونده بوده از عینک و فلان و فلان بگیر تا مثلا لوازم خونه‌شون و تو اون سکانس بچه‌ها داشت دندون نگاه می‌کرد و اینجوری که مثلا به نظر من میدونیم الان گفتیم به ذهن آمد بزرگتره وارد این قصه شده بود، کوچیکتره هنوز محلی تاثیرپذیر بود. بزرگتره اینجوری بود که منم 2 سال دیگه میشم بابام، ولی بزرگتره اینجوری بود چقدر جالب، منم باید مثلا این چیزا رو تقلید کنم، منم باید بگم اوه نه من به فلان چیز دست بزنیم. یعنی انگار داشت طی می‌کرد اون مسیره رو که بشه شبیه اونا. بزرگتری آدم خونسا بود مثلا. حالا یه نکته دیگه که هست، یه شخصیتی یه دفعه‌ای ورود میکنه به داستان و اون مادر زن رودولفه. اون اگه دقت کنید تو پنهانکاریش مشروب خیلی میخورد و مشروب هم میخورد صرفا برای اینکه منظرم از جنگ خسته شده بود. نظری در مورد این موضوع؟ من چیزی که از مادر برای من بولد بود اون سکانسی بودش که شب بود خوابیده بود و این نور اون آتیشا و فلان داشت میزد و بلند شد پرده رو زد کنار و اون صداها هم میومد و انگار یک آن با این که تو سکانسای قبلی که کنار استخر نشسته بودن همراهی میکرد با دخترش و فلان بود، حتی اون صدا میومد، ولی انگار اون حجم از واقعیتی که داشت تو صورتش میخورد کات میخوره و برمیگره میاد فردا صبح نشون میده که مامانه نیست و چمدونش رو برداشته رفته. این کارگردانه مثلا هر چیزی نمیخواستن اینقدر وارد جزئیات میشن چون مشخصا مادره از جنگ آسیب بود دیگه. درصد که همین تو سکانس قبلترش به دختره میگفت چه باغچه قشنگی داری، آفرین چه باغچه‌ای داری، ولی نامه گذاشت و رفت. حتی مثلا کارگردان جزئیات نامه رو ننوشت که مثلا قطعا نوشته من نتونستم دیگه من رفتم. یعنی حتی اینجا هم یه دلسوزی تو این آدم خیلی بد بوده که گذاشته خونه دخترش رو دوست داشتن رفته و ما اینم ندیدیم. یعنی همزاد پنداری هم با مادری کردیم، پرده رو کنار زده و چقدر وحشتناک بود صحنه که دیده و رفته و اینم جزو چیزایی بود که خیلی جالب بود. واقعا تا صبح میتونم حرف بزنم. یه بخشی هم راجع به هدویگ همسر خود رودولف برای من عجیب غریب، یعنی نمیدونم، حالا بذارین بگم شما ببینید نظرتون چی بود. اون جایی بودش که برگشت بهش گفتش که خب من باید الان منتقل شم و فلانو، نگفت من، گفت ما باید اینجا بریم و زنش خیلی اصلا بدون اینکه بخواد خیلی واکنش خاصی نشون بده، یعنی خیلی انگار مثلا اینجوری باشه که نه عزیزم فلان اینا، زارپ اومد برگشت رسید به اینجا که خب ببین ما چرا ما نمیایم، من میخوام اینجا بمونم، من خونه این یعنی حالا اون چیزایی که توی فیلم ما داشتیم تا اونجا میدیدیم. احساس میکنم
حتی زنه انگار احساساتش خیلی بیشتر و عمیق‌تر کشته شده بود. دقیقاً. و این خیلی باز دردآوره، چون باز انگار تو توقع داری که تو ناخودآگاه ما زن یکم انگار خب احساساتش بیشتره نمیدونم فلان، ولی این زنه هیچی براش مهم نبود. یعنی حتی همسرش که توی اون سکانسایی که نشون میداد شب که موقع خواب اونقدر با هم نزدیکن و شوخی میکنن و این شوخیاشونن، اون آدمه با اون صداهای زجر و عذابی که اون جماعت دارن میکشن چجوری میذارن آخر شب داشتن با هم شوخی میکردن. خیلی اینا بولد و عجیب. من اصلا یه سکانسی الان اینو گوشوخی گفتی نامد، چون به نظر من اونایی که برشون کار میکردن هم یهودی بودن. یه جایی اومد براش یه چیز اجتماعی آورد و میدم رودولف توی خونه بسوزونت خاکستر رو پخش فکر کنم یهودی نبودن، چون یکی ازشون چیز پرسید گفت یهودی اینجا دارین؟ گفتش که اینا همشون محلیایی هن که به نظرم دروغ گفت. نمیتونه یهودی باشه. اگه یهودی میبود که قطعا باید اون من دیوار میبود. من کلا ورودم میدونیم چجوری بود. استعمال میکردم واقعا. من نمیدونم توی خود مگه توی اون جای اردوگاه مگه ازشون خدمتگار شخصیشون میکردن. تو چجوری نمیدونی؟ به نظرم به مادر دروغ گفت، چون مادر یه ذره به هر حال نرمتره نسبت به یهودی‌ها دیگه. بنابراین گفتش که نه به نظرم یهودی نیستن، اینا بچه‌های خیلی عادی هستن. اونجا گوگلی ان. ولی در واقعیت فیلمو نمیدونم هستم گفتم، ولی واقعا لباساشون فرق میکرد. یعنی یه سریا حتی یه جای فیلمی میگفتش که فرمانده فلانی به خاطر زنش یه نوزاد یهودی اداپت کرده بود، ولی زنشو میزنه همچنان. یعنی مثلا زنه چون چیز عجیبی هست. حالا میرسیم به صحنه دیگه. بعد از اینکه رودولف رفت و زنشو ترک کرد، رفتش نمیدونم کدوم شهری بود، حالا زن دقت کنید توی صحنه میره تو گلخونه. خب میره تو گلخونه و شروع میکنه به سیگار کشیدن. یه دونه کارگر وارد اون گلخونه میشه و بلافاصله بر کارگر سیگار روشن میکنه. این نشون میده که زنه یه ذره میتونسته منعطف باشه و تماما اینجوری نبوده که احساساتش شات‌داون شده باشن. برای یه کارگری که 2 ثانیه قبلش گفته بود اگه فلان کارو درست انجام نده، کارگر بود. آخه همه سکانس‌ها رو داره از دور نشون میده، صورت‌ها کارگر بود. رودولف رفته بودش، اومد وارد شدش و 2 ثانیه قبلش گفته بودش اگه فلان کار درست انجام ندی میسوزونمت، خاکسترتو پخش میکنم. اون وارد اونجا شد، ببین چقدر ضربه خورده بود از رفتن رودولف که شروع کرد بهش سیگار بزنه. ذهن منفی من اینجا میتونه این رو برداشت کنه از این سکانس که ممکنه که لاوفر داشته باش. نه نوش نداره، به خاطر اینکه تماما ما داریم از این زن تماما داریم خصایل منفی میبینیم و دقیقاً پس تو داریم میگی زمانی که اون نبوده و این سیگار کشیدن با یک آدمی که کاملا سطح پایین داره نسبت بهش تو تمام فیلم، به نظرم اتفاقا شاید همچین این برمیگرده به هم موضوع روانشناسی که تو گفتی. اون چیزه چی بودش؟ دانشمند نبود، اون فرمانده توی ایتر بود، آزمایش کرده بود پشت میله. دقیقا مثل همونه که میخواستم ببینن خصلت اینا واقعا انقدر بده، یعنی 100 بدن، یا اینکه چون تحت تاثیر و تحت فرمان یک اتوریتی خیلی بالاتر هستن اینجوری رفتن. نه من ولی توی خلاصش خونده بودم که یکی عاشق زنه میشه و زنه به خاطر اون نمیره و برام عجیب بود که چرا یعنی عاشق اون بوده. اینو فرستاده بودم مثلا خلاصش فرستاده بودم، گفتم این خیلی جالبه، پس هیچی به ما نگفت اصلا یه جایی. خب ببین دقیقاً آخه وارد خیلی از جزئیات نمیشه، یعنی تو همون سطح داره آب میکنه آدم مخاطبش. عاشق خونه شده بوده. و این یه سکانس دیگه هم داشت که رفتش توی چیز مرد از یه راه مخفی، کاراکتر اصلی رفت یه جایی که با یه دختری یعنی رابطه داشته باشه، یعنی نمیدونم اصلا به نظر من واقعا تمام سکانس ها این شکلیه که اصلا میتونه این فیلم بدون صداگذاری یه فیلم
معمولی باشه که من سرگرمی میبینیم و یه دیوار حالا صرفا بطونی هم اونوره تو هم نمیدی چه خبره و خیلی شبیه ما، یعنی همون خیانته رو دارن، همون رسیدگی به کارا رو دارن، اصلا خیلی چیز معمولیه و این اصلا ترسناکه. نظرتون راجع به سکانس هایی که نگاتیوی میشد تصویر چی بودش؟ ببین من اولین بار که دیدمش اینجوری بودم که با یه نفری که می‌دیدم نه اینجوری بودم همون چیزی که من میبینم و دیدی؟ یعنی خیلی برام جالب بود. این من چیزی که فکر میکنم حالا اولش فکر میکردم صرفا یه چیزیه تو خیانت دختره، بعد میدم که داره من واقعیت میشه، یعنی یه جایی تو شب رفت سیب گذاشت و فرداش بلافاصله نگاتیو که رفت از اون ور صدا اومد سر سیب درو نکنید، یکی مثلا به خاطر سیب کشتن و اصلا من به نظرم واقعا یکی از نقطه قوت ها این بود. نمیشونم و میدونی الان که دارم بهش فکر میکنم اون طور نمایش دادنش اونجوری به صورت نگاتیوی انگار که یعنی انگار این حس رو میخواست برسونه که یه چیزی که در واقعیت و در طول روز که اون کنترله و اون چشما هست توی شب و تاریکی میتونه، یعنی انگار میتونه یک ساید دیگه از خودشو که اون چشما و اون زور و کنترل بالای سرش نیست و زیست کنه و حالا اون به اون نحو داشت نشونش میداد. یه چیز واقعا یعنی واقعا همه چیش جای حرف زدن و فکر کردن داشت. واقعا قابل تحمل این فیلم. راجع به اون دختر بچه‌ای که توی اون سکانس نگاتیوی میدیدیمش تو برداشتت مثلا چی بود که کیه؟ ببین من به اون قسمت یعنی الان گفتی اومد تو ذهنم، فقط صرفا به اون صحنه فکر کردم که این رفته سیمو گذاشته، یعنی زیاد به این فکر نکردم که یهودیه یا آلمانی، ولی به این فکر کردم اون سیمو برای یهودی ها میذاشت. یعنی یه صحنه بود یه خانم پیری پنجره رو زد دهنی فکر کنم 30 ثانیه بود، حس کردم برای یهودی ها میزنه و اینجوری مثلا داره بهشون کمک میکنه، ولی اینجوری بود تو ذهنم. منم همین فکر میکردم، یعنی فکر میکردم که فکر نمیکردم یهودیه به خاطر اینکه ذهنم اینجا لاک میشد که این اگر یهودی بود نمیتونست انقدر راحت توی شهر بچرخه و مثلا فکر میکردم که احتمالاً از این خانواده، یعنی از همین خانواده‌ای که خب سطح پایین‌تری دارن نسبت به لول این حالا همین خانواده آدولف و اینا، رودولف میگم آدولف قاطی میکنم که خب انگار چون توی یه سکانسی هم وقتی که دختر بچه داره برمیگرده حالا اون خانومی که اونجا نشسته بهش میگه که اومدی چی شد فلان اینا، یعنی انگار که همگیشون این حس اینو دارن که توی همون شب و توی اون تاریکی و جایی که دیده نمیشه بتونن یه کمکی که اگر میتونن بکنن. مثلا نمیدونم واقعا. خب یعنی تو به نظرت چون اونا از طبقه پایین‌تری از جامعه بودن قطعا کمکشون هم بیشتر بوده نسبت به یهودی‌ها، دلسوزیشون بیشتر بوده نسبت بهشون؟ من کلا فکر می‌کنم چون طبیعتا اگه آدمای خودخواهی بخوای در نظر بگیری اون قشر نازی و کلا طبیعتا کسی که دستش به دهنش نمیرسه چرا باید بره سیب بذاره تو دهن کسی که ازش من فکر می‌کنم پوینتش همینجا میاد. لزوما همه کسایی که زیر سلطه یک قدرتی دارن میزیستن دارن زندگی میکنن لزوما اینجوری نیستش که بخوان همشون همسو باشن با نظر آنچه که داره کنترلشون میکنه. خیلی وقتا این شکلیه که برای اینکه اون چیزی رو که دارن از دست ندن، یعنی حالا میشه زندگیشون توی اون فضایی که به ظاهر براشون صلح آمیزه و امنیت رو براشون فراهم کرده در قبال تمام اون رنجی که اون جهان پیرامونشون داره تجربه میکنه. پس این که مثلا خانواده‌ای باشن کاملا چیز ذهنی منه، واقعا نمیدونم و راجع به این نخوندم اصلا، ولی این که اون دسته خانواده هایی که توی قشر ضعیف شاید اون حالا یعنی اصلا چیز کلیه توی یه قشر ضعیفی دارن زندگی میکنن، برای اینکه یک سری از اون چیزهایی رو که دارن از دست ندن شاید
در روز مثل حالا یعنی استعاره‌ای دیگه، نمیدونم چه جوری بگم، انگار جایی که دیده میشه یک نگاه و یک نظر دارن و اون جایی که دیده نمیشه شاید میتونن همسو با دلشون و اون چیزی رو که در واقع نیت قلبی خودشونه انگار رفتار کنن. ببین حالا بر من واقعا داره تو ذهنم میک سنس میکنه با حرفایی که زدی. دقت کنید خب آدمای ربلیسی هستن، یعنی اون دختره حداقل وقتی سیب داره میذاره جدای از این که بخواد مثلا یهودی باشه یا بخواد نازی باشه ربلیسه، یعنی یه کاری داره میکنه که خوش نمیاد واقعا اون حکومت رو و تهش میبینیم که واقعا همین کاری که این انجام میده تاوان داره، یعنی تهش به خاطر دعوا کردن سر همین سیبایی که این دختره میذاره میگم برید غرقشون بکنید. پس به نظرم الان میک سنس میکنه کلا این دختره این همه کارهای ربلیس میکنه و در نتیجهش این میشه که دوتا یهودی سرش دعوا میکنن و کشته میشه. نظرتون در مورد پایان بندی فیلم چیه؟ به نظرتون چجوری بودش تهش؟ ببین به نظرم چیزی در واقعیت وجود داره اینه که میخواستم بگم جنایت موندنی نیست، ولی همین که جنایت موندنی نیست یه بانی خیلی بزرگ داره. اون همه ما داریم کفش میبینیم، اون همه داریم بقایای آدم های رو میبینیم که نه ببین شاید اون تفکر ایدئولوژی آزادی ممکنه منتقل بشه که میشه، ولی تو رد پای این خشونت جنایت رو نمیتونی از بین ببری. این همه یهودی که مثلا این همه یهودی که کشته شدن رو چجوری میخوای جبران کنی؟ یه جا من یه کامنتی هم اتفاقا دیدم، یه نفری از فیلم خوشش نیامده بود، نوشته بود حس میکنم این فیلم ها برای این دیده میشن که این جنایت مثلا خیلی بزرگ بوده. من یه نفر دیگه نوشته بود اوکی به نظرم تو ابد من به خاطر این فیلم ها جایزه بگیرن آدم ها، چون انقدر بزرگه انقدر وسیعه که هیچ جایی به نظر من پایان نره. تو یه جایی بگی رنجی که این انسان ها متحمل شدن این نقطه رو من پایان میذارم براش. الان یه موزه هست که یعنی پایانش برای من این شکلی بود. درسته اون آدم از بین رفت، حالا سالها بعد محاکمه شد، ولی خب خود هدویگ زنش رفت آمریکا و ازدواج دوباره کرد. اصلا زنی که هیچ بلایی سرش نیومد طبیعتا، خودش هم 20 سال فکرم 30 سال بعد دادگاهی شد، ولی نهایتا اینا مینیمم چیزی رو گرفتن که در قمالش هزار نفر کشتن. اصلا یک سال نیست به نظر من. ولی اجازه بده منش میگم جنایت موندنی نیست، ولی به نظرم خیلی دردناک‌تر شد. با تیکه اول حرفت واقعا موافق نیستم که اگر به پردازه کسی به این موضوع باید جایزه بگیره، چون واقعا ممکنه خیلی ها بخوان دست بذارن روی این موضوع و جایزه ببرن و لزومی نداره هر کسی دست گذاشت روی این فیلم و خواست درد و رنجشون نشون بده برنده جایزه بشه. خب چیزی که به عنوان اثر هنری هم چون این واقعا به نظرم قشنگ نه اصلا اوکی. من کامنت این نفر دیگر داشتم میگفتم ولی صرفا به نظر من اون کامنتش اشتباه بوده. به نظرم خیلی قشنگ خیلی قشنگ بود. کل مدت صحبت اگه منو میبینی کامنتتو پاک کن. حرف میزنی بار ایرانی نبود، ولی داشتم نمانی صحبت میکردم که کلا به نظرم هر این جنایت ها کانسپت های دیگر رو وارد بشم که الکی جایزه میگیرن، این جنایت ها به نظرم برای دریوری هم تو فیلم بسازی مستحق اینه که جایزه بگیره نظر منه، ولی این فیلم اصلا هنریه. بر من یه چیز دیگه هم داشت، این رفت و برگشت از اون لحظه به آینده برام یه حس این شکلی داشت که این لحظه‌ای که ما الان داریم یه کاری انجام میدیم انگار که به کلام ما همیشه مثلا میگیم عاقبت کارت مثلا فلان، این یعنی تو چند ثانیه و با سکوت اون داره کارشو انجام میده، اون داره جارو میکنه، اون تمیز میکنه این وسط راهرو، یعنی تو چند ثانیه به من اینو نشون داد. بر من این شکلی بود که ببین تو اون جایی که داری اون کارو میکنی اثرش رو بعداً معلوم نیست هم برداشته داشتم، ولی میبینی و این میمونه. همه چیز یه جوابی داره و میمونه. ما اثر میذاریم، ما با همه کارهامون اثر میذاریم، چه کوچیک چه اثرایی که اونقدر بزرگه. و اون لحظه فرض کن اگه ما میتونستیم بریم تو سر اون آدم
با تمام به هر حال داره میدونه که آقا تو داری جنایت میکنی، اینو که به عنوان یه فکت میدونه دیگه، فقط باهاش اوکیه. یعنی فکر کن میتونست یک آن بیاد سفر کنه توی زمان و به نظرم براش ببینه که چی ازش تا ابد میمونه. اون چون اون لحظه غالبا با خودش میگه خب دیگه ما میزنیم مثلا اینو نابود میکنیم و این پاک میشه از کره زمین، از صحنه روزگار. اوه شت، الان یه چیزی اومد تو ذهنم. الان مثلا فکر کنید، حالا بذار من بهت بگم اول چجوری به این نتیجه رسیدم. چون قبلش اگه دقت کنید توی مهمونی بود رودولف و گفتش با زنش صحبت میکرد و اینجوری بودش که دارم به این فکر میکنم که چجوری میتونستم تمام این آدمایی که توی مهمونی هستن رو با گاز خفه بکنم. و یه ذره رفت جلوتر توی راهروی تنها وایساده بود و همونجا یه دفعه رفت تو آینده که انگاری این کار رو تونسته در آینده انجام بده و همه آدم رو تونسته خفه بکنه. یه چیزی دیگه هم بگم، من این گرامی داشت آدم‌هایی که از دست رفتن، چون همه نیست اون آدم‌هایی که نداریم طبیعتا. خوندن زندگی نامه آدم‌هایی که به یه سری از یهودی‌ها کمک کردن خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. من به نظرم این زنده نگه داشتن یاد آدم‌هایی که کمک کردن یه سری از یهودی‌ها بالاخره جون سالم به در ببرن و زندگی کنن هم خیلی کار قشنگیه. همین مرور زندگیشون منظور میکنه که خیلی مفیده. حداقل من میخونم یعنی حس خوبی بهم دست میده. میشه بگی چیزایی که خوندی در مورد اینا؟ اصلا یه فیلمی همین امسال هست واللایف، این در مورد یه آقاییه که یه عالمه آدم نجات میکنه، شیلدرز لیست. اون در مورد یه آدمیه که حتی یه مقبره هم برای ساختن. اسمال لایف در مورد یه مینی سریزه در مورد خانه‌ای به نام میپ گیس که یهودی ها رو نجات میداده و خب حالا اسمال نشه. حالا زندگی نامه آن فرانک، اینا خودشون خیلی ارزشمندن، به نظرم شناختنشون خیلی مهمه که هی نمیدونم یادمون بمونه دیگه، چون دردناکه، واقعا زندگی دردناکه و پاک هم نمیشه. ولی اونا داشتم پاک اینجا موزه بود. باید پاک کنن. به هر حال به نظر من منظور داشت، یعنی هر صحنه‌ای رو که داشت نشون میداد منظور داشت. منظورش اینجا مینیممه چیزی که می‌خواستم. آخه چرا داشتن پاک می‌کردن اونا؟ من به نظرم دقیقاً چرا اون داشت خاکستر رو جارو می‌کرد، یعنی دقیقاً داشت خاکستر رو از رو زمین جارو می‌کرد. این داشت از یه روتینی به نظر من اینجوری بود که روتین هر روز اینا رو نشون می‌داد که قبل اینکه موزه باز بشه. یعنی انقدر می‌خواد بگه که این رنج به نمایش گذاشتنش انقدر مهمه، انقدر ارزشمنده که هر روز باید اینجا مثل یه حرم باش برخورد میکنه. خب یه جور دیگه هم میتونیم بهش نگاه کنیم، انقدر کسی بهش سر نمیزنه خاک میگیره. همین دیشب یکی از دوستای خودم رفته بود دقیقا بعد از دیدن این فیلم تو همین موزه و استوری گرفتم. قطعا هست همین آن فرانک که گفتم، موزهش دومین موزه پربازدید شده بود سال 2019 فکر کنم توی کل جهان، چون خیلی دردناکه و منظور من خیلی آدم با اینجوری فکر کنم عجیبه این نگاهی که داری پاک میشه. من اینقدر فکر میکنم به اینکه منظوری داشته. مثلا من حتی اون سگ سیاه هم منظر منظور داشت توی فیلم. کنایه از خودت بود؟ خب دم شما گرم که این ویدیو رو دیدین. ما سعی کردیم که کامل بپردازیم به این فیلم، یعنی بچه‌ها نظراتشون رو کامل و جامع سعی کردن در مورد این فیلم بگن و به گوشتون برسونن. اگه شما هم نظری دارید در مورد این فیلم بعد دیدن فیلم توی کامنت ها بهمون بگید که نظراتتون برامون خیلی ارزشمنده. خوشحال شدیم از اینکه ویدیوی ما رو دیدید. لایک یادتون نره، خیلی کانال نوپایی هستیم. یادتون نره سابسکرایب اگه بکنید خیلی خیلی خوشحالم میکنید و حمایتتون خیلی خیلی ما رو خوشحال میکنه. مرسی ازتون. ظالم نباشید. تا اینجا دیدید. واقعا اگه تا اینجا دیدین واقعا ازتون ممنونم و برامون بنویسین، خیلی دوست داریم ببینیم که نظرات متفاوت آدما، نگاه متفاوت آدما چیه و همین دیگه.